درود به همگی بچه‌ها، به کانال پوریا پودتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. ویدیو امروز یک ویدیو آموزشیه. چگونه یوتیوبر خوبی شویم، از چه ایده هایی استفاده کنیم، چگونه از 0 سابسکرایب برسیم به 1000 سابسکرایب، چگونه درآمدزایی کنیم. ولی این ویدیو کمی متفاوته با ویدیوهای آموزشی دیگه‌ای که قبلا دیدید. امروز قراره بهتون کلی راز خفن از یوتیوب یاد بدم، کلی ایده های جدید و اینکه چجوری شروع کنیم تا اینکه با بقیه متفاوت باشیم. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید و اینکه سابسکرایب کنید. مرسی از حمایت‌های همتون. ویدیو مجازات رضا رو به زودی میگیرم، هنوز نرفتم بگیرم، سعی میکنم یا شنبه یا یک شنبه آپلودش کنم. و اینکه حمایت کنید بشیم ساوتکا. خواستم بگم راوت تو سطل، گفتم ساوت تو رودکا. خلاصه عشق منید، هر جا هستید موفق و پیروز و سلامت و با عشق و با احترام و پولدار و نمیدونم هر چی که عاشقتونه باشید. بریم ویدیو رو ببینیم. خب بچه ها، آرزوی همه ما پوله. اینکه چجوری پول در بیاریم و هممون سعی میکنیم آسون ترین راه ها رو انتخاب کنیم برای درآوردن پول. یکی از راههایی که فکر میکنید آسونه یوتیوبه، ولی اصلا اینطور نیست و من امروز قراره کاملا براتون توضیح بدم که چگونه از یوتیوب درآمد داشته باشیم. یک چیزی که همه ماها میدونیم، واسه اینکه درآمد یوتیوب ما روشن شه باید 1000 تا سابسکرایب داشته باشیم. بعد از اینکه 1000 تا سابسکرایب گرفتیم باید 4000 تا هم واچ تایم داشته باشیم. فقط در این صورتی که درآمدزایی یوتیوب ما باز میشه. ولی مسئله این نیست. بعد از این شما باید آدرس خونتون رو ثابت کنید در گوگل ادسنس. مهمترین جا، یعنی گوگل ادسنس جاییه که حقوق شما ماهیانه اونجا میاد و شما از اونجا میتونید برداشت کنید. و سخت‌ترین کار برای ایرانی‌ها اینه که تو آدرسشون رو تو گوگل ادسنس ثابت کنن. این کار مشکل بزرگیه، برای اینکه خیلیاتون تنبلید، میشه گفت 90%تون هیچ زحمتی روی این کار نمیکشید. این یکی از مهمترین قسمت‌های یوتیوب. اینجا باید به یوتیوب ثابت کنید که شما پشت کار خفنی دارید و هر جوری شده می‌خواید آدرستون رو ثابت کنید که بگید ما کجا زندگی می‌کنیم. خیلیاتون این کارو نمی‌کنید، بعد از یک یا ماکسیمم 3 بار تلاش بیخیالش میشید و سریع با شرکت‌ها همکاری میکنید. حالا این شرکت‌ها چیکار میکنن؟ 20% از درآمد، 10 تا 20%، بعضی‌ها هم حتی 30% از درآمدتون رو میگیرن و یوتیوب شما میره رو گوگل ادسنس اونا. به غیر از این بستگی به کشوری داره که هستید. حالا خیلیاتون ترکیه اید یا ایران که زیاد مالیات بهتون تعهد نمیگیره، ولی یکی مثل من که از درآمد ماهیانش 24% کشور میگیره، یعنی من مالیات میدم به کشور، 10 تا 24% خود یوتیوب میگیره با این قانون جدیدش. و به غیر از این اگه شرکتم کار میکردم که کار نمیکنم 20% هم شرکت میگیره. یعنی من اگه $1000 درآمد در ماه کسب کنم 600 دلارش هدیه داده میشه به اینها و فقط 400 دلارش برای منه. پس مهمترین چیزی که شما باید در نظر بگیرید، اصلا میارزه بیاین تو یوتیوب؟ وقتی شما وارد یوتیوب میشید مسلما هیچ درآمدی ندارید. پس بهترین گزینه واسهتون اینه که بعد از اینکه رسیدید به 1000 سابسکرایب و 4000 واچ تایم یه کاری کنید که با شرکت کار نکنید و خودتون ادسنس شخصی خودتون رو داشته باشید تا حداقل اون 20% از درآمدتون نره. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، ولی میخوایم بریم سمت یوتیوب. چیکار کنیم که با ویدیوهای خوبمون از 0 برسیم به 1000 سابسکرایب تو این اوضاع سخت؟ تیپ شماره 1، متحد بودن به آپلودها. یک بار در یک ویدیو این قضیه رو توضیح دادم. شما چند روز در هفته کار میکنید؟ 2 روز در هفته، 3 روز در هفته، 4 روز در هفته، 5 روز در هفته. شما 2 روز رو مثلا انتخاب میکنید بر طبق اینی که چقدر دوست دارید تلاش کنید، چقدر میتونی وقت پای این کار بذارید، چون یوتیوبر بودن مثل یه شغله. به این وظیفت متحد باش و 100% این کارو انجام بده. 2 روز در هفته آپلود کن. یه وقت نشه 1 روز در هفته، ولی اگه خواستی بشه 3 روز در هفته. اگه علاقه‌مندتر شدی بشه 3 روز، 4 روز در هفته، بشه 5 روز در هفته، ولی زیر 2 روز نشه، چون تو به یوتیوب گفتی که من میخوام 2 روز در هفته کار کنم، پس مثل آدم برو سر کار. تیپ شماره 2، چجوری سریعتر برسیم از 0 به 1000 سابسکرایب؟ تحقیق در مورد رقیب ها. وقتی میگم رقیب فکر بد نکنید، یعنی اگه من یوتیوبرم یک یوتیوبر دیگه شاید رقیب من باشه، ولی به اون نظر نه که من دهن اونو سرویس کنم و خودم این کارو انجام بدم. نه، یک بار گفتم 10 بار این جمله رو بازم میگم. واسه اینکه جای رئیس تو بگیری هولش بده بالاتر و برو سر جاش وایسا. اینکه بکشیش پایین یک روزی یک جایی کارما جر و جرت میکنه. پس هیچ وقت این کار بدو نکنید. در مورد رقیب هاتون تحقیق کنید، ببینید که آیا رقیب های شما چه نوع پست هایی میذارن، چه نوع ویدیوهایی آپلود میکنن و چگونه حرف میزنن موقع آپلود ویدیو. این خیلی مهمه و هیچ وقت سعی نکنید شبیه اونها باشید. یعنی تو نباید شبیه من باشی، من نباید شبیه آریا کوکسر باشم یا شبیه ایکس باشم. من باید سعی کنم از اونها بهتر باشم، چون من اگه شبیه اون شم مردم اونو انتخاب کردن و میگن که این شبیه اونه ولی ما اونو میخوایم.
ولی تو اگه بهتر از اون باشی میگن خب این از اون بهتره، ما اینم میخوایم. ولی مسلما اگه طرفدار یا کسی که ویورته با وفادار باشه، یعنی وفادار باشه و نسبت بهت تعهد داشته باشه، تو رو هم نگاه میکنه و چه زیباتر یکی میاد از تو قشنگتر میسازه، بعد تو میری اونو میبینی و تو از اون قشنگتر میسازی. اسمی که از آریا گفتم مثال بود، هیچ منظور خاصی نداشتم. آریا یکی از بهترینای یوتیوب، هم اینو میدونن. تیپ شماره 3، خروجی کارتون. شما ویدیو رو گذاشتی، ولش نکن. گذاشتی تمام شد رفت، یعنی بی خیالش شدی، یعنی 1 ماه از اون ویدیو میگذره و تو دیگه بهش نگاه هم نمی‌کنی. نه، شما باید همیشه بر اون ویدیوتون نگاه کنید، ببینید تو کامنت ها چی نوشتن، چه ایرادهایی ازت گرفتن. یک سری کامنت ها که هیته، اصلا مهم نیست. کسایی که با کامنت هیت ناامید میشن دیوانن. اصلا از کامنت هیت ناراحت نشید. مسلمه سوخته این کامنت رو گذاشته، پس تو نسوز. ولی یک سری کامنت ها نقده، با زبانی کاملا زیبا مؤدبانه از شما نقد کرده. لازم نیست سری نقدش رو قبول کنی و لازم نیست سری نقدش رو رد کنی. بخون ببین آیا این نقد درسته یا غلط. مثلا دیروز بعد از پست رزیدنت اویل من یک نفر یه کامنت گذاشته بود، یه نقدیو کرده بود. نقدش چی بود؟ نقدش این بود که پوریا تو میگی روزی یه ویدیو آپلود میکنی ولی الان از 12 شب گذشته. این یعنی اون نقد غلطه، به خاطر اینکه من روزهایی که ویدیو گیمینگ میذارم یک ویدیو دیگه هم آپلود کردم. یعنی اگه یک ذره دقت میکرد من روز 2 تا ویدیو آپلود کردم. ویدیو اصلیم بین 8 تا 12 شب آپلود شد، پس اون نرفته حتی نگاه کنه ببینه من چه ویدیو آپلود کردم و موقعی رسیده که من رزیدنت اویل رو ساعت 2 شب ایران آپلود کردم. ما خروجی کارمون رو دیدیم. ما مثلا میبینیم من یک تراینات تو لف گذاشتم، 500 کا ویو خوردم. اینم در نظر بگیرید تراینات تو لف کلا زیاد ویو میخوره خارج از هر چیزی، ولی اون تراینات تو لف 500 کا ویو خورده. این دلیل بر این نمیشه که تو هر روز تراینات تو لف آپلود کنی. تو با این کار باعث میشی که اگه بار دهم تراینات تو لف تو آپلود کنی 100 کا ویو هم نخوره. این حتی تو قوانین یوتیوب توصیه‌ای که به یوتیوبرها شده نوشته شده که شما وقتی یه ویدیوتون میگیره بیش از حد تکرارش نکنید و سعی کنید اون ویدیو رو تو طولانی مدت هی بذارید تا جذابیت اون ویدیو از بین نره. مثلا من اگه هر روز رپ بتل آپلود کنم مسلما خسته میشید و 100% 4 تا فوش تو کامنت ها میخورم، ولی وقتی فاصله روزها رو بین رپ بتل ها رعایت کنم مسلما بیشتر هیجانی میشید تا رپ بتل بعدی رو ببینید. من الان 3 تا رپ بتل دارم، اگه قرار باشه 3 تاشو هر روز آپلود کنم مسلما به فنا میرم. پس این کار اشتباهی. خروجی کار خیلی مهمه. اشتباهی که خیلی از یوتیوبرها میکنن میرن درآمدشون رو میسنجن، میبینن من از این یوتیوب اینقدر درآمد داشتم ولی از این ویدیو درآمد زیادی نداشتم. بچا درآمد همیشه ثبات خاصی نداره. یهو یک ویدیو 300,000 تا ویو خورده، شاید درآمدش $10 باشه. من ویدیویی دارم که 70,000 تا ویو خورده، درآمدش $410. شماره 4، ساختن یک تجارت. یعنی اینکه شما به عنوان یوتیوب رو به عنوان یک بیزینس نگاه کنی بهش، ولی نه بیزینسی که همش به فکر این باشی که چجوری پول در بیاری. اگه تو فقط به فکر این باشی که درآمدت بیشتر شه، مطمئن باش اشتباهه. اولویت اول شما کسایی هستن که شما رو نگاه میکنن. من چیکار کنم تا از یک ویدیو آپلود کنم تا 100% بیننده من 100% از من خوشش بیاد؟ این سخت ترین کاره. امکان اینکه 100% از این ویدیو خوششون بیاد خیلی سخته و شاید حتی نشدنی. پس من میام درصد بیننده‌ای که از ویدیو خوششون میاد رو بیشتر میکنم. مثلا در کانال من وقتی اولین ویدیو ترسناکم آپلود کردم ویو خیلی کمی داشت، من تصمیم گرفتم یک کمی سبک ترسناکی ویدیومو تغییر بدم، کمی طنز بهش اضافه کنم، چون فهمیدم که طرفدارای من یا بیننده‌های من چیزهای خنده‌دار رو از من بیشتر دوست دارن، چون فقط دوست دارن دهن من مثل کوسه باز شه و بخندم. من همه خنده‌ام واقعیه و هیچ وقت الکی هیچ چیزی رو نخندیدم، ولی من بعضی وقتا دوست دارم کانتنتامو تغییر بدم، ویدیوی گیمینگ بذارم که کم طرفدارترین ویدیوها تو کانال من ویدیوی گیمینگه. برای همین من تصمیم گرفتم دیر وقت ویدیوی گیمینگ آپلود کنم تا شاید یک سری از آدم‌هایی که گیمینگ دوست دارن بدونن که پوریا پوتک دیر وقت ویدیو گیم میذاره و به خاطر من بیان و شاید طبق مرور زمان ویدیوهای دیگه من ببینن. ویدیو ترسناکم کم طرفدار داره، کمی مایه طنز بهش اضافه میکنم، چون میدونم طرفدارای من به طنز علاقه زیادی دارن. وقتی میبینن یک ویدیو ترسناک هم ترس داره، هم هیجان و هم خنده، شاید علاقه بیشتری بهش پیدا کنن که همین اتفاق هم افتاد. ویدیوهای طنز من از 30 کا رسیده به 100 کا ویو. تیپ شماره 5، همکاری با یوتیوبرهای دیگه. این خیلی مهمه. میدونم شما 300 تا ساب داری،
خیلی سخته که تو بخوای بری با یه کسی که 60 کا ساب داره همکاری کنی. تنها چیزی که شما رو به هم وصل میکنه پوله. آیا تو اون پولو داری؟ اگه آره حتما شروع کن، اگه نه اشکالی نداره. سعی کن با چنل‌های 300 تا ساب بین 300 تا 600 تا ساب همکاری کنی. به این فکر نکن اون معروف نیست تو رو نمیبینه، نه، اون خودش 500 تا ساب داره و تو 500 تا. شما میتونید ساباتون رو بین هم رد و بدل کنید، ولی وقتی دارید اون ویدیو رو میسازید حتما به این دقت کنید که ویدیوتون رو عجله نباشه. یعنی یه وقتی روش بذارید که اگه بیننده اون تو رو دید تو اون ویدیو بگه اینم باحاله برم اونم ساب کنم، ولی اگه اون از تو خوشش نیاد یعنی یه وقتی رو گذاشتی و توش باختی. 3 نکته خیلی مهم که یوتیوبرای جدید نباید انجامش بدن. 1. ساختن ویدیوهای خیلی طولانی. تو وقتی تازه شروع به کار میکنی یک ویدیو 30 دقیقه‌ای میذاری. ما اهل کجاییم؟ ایران. مسلماً یک بیننده ترجیح نمیده یه ویدیو 30 دقیقه‌ای رو ببینه. واسه همین سعی کن زیاد برای شروع ویدیوها طولانی مدت نباشه. به نظر من بهترین تایم برای ویدیو بین 6 دقیقه است تا 15 دقیقه. پس این خیلی مهمه که یوتیوبرای جدید ویدیوهایی با تایم طولانی نسازید. وقتی معروف تر شدید ویدیوهایی با تایم طولانی بسازید که اون کسی که بیننده ویدیوهای شماست ببینه، چون اون موقع معروف ترید، یعنی کانتنتاتون جذاب تر شده و اون شخص میاد ویدیو شما رو میبینه تا تاش. ولی اینجوری فقط ویدیوتون اسکیپ میشه و شاید هم در آخر کلوز. تامنیل های تخمی و تایتل های از روی تنبلی، این خیلی مهمه. شما چه تایتلی انتخاب میکنید؟ به نظر من سخت ترین قسمت یوتیوب انتخاب تایتله. تایتل رو اگه توش موفق باشید، عنوانی رو انتخاب کنید که به ویدیوتون ربط داشته باشه، یعنی قسمتی از ویدیوتون باشه و جذاب باشه، بردید. بعضی از یوتیوبرها تو کشورهای دیگه شروع کردن با تایتل های دروغین، یعنی مثلا عناوینی رو انتخاب کردن که دروغ بودن ولی به مرور زمان چنلشون خوابید. واسه همین عنوانی که برای ویدیوتون انتخاب میکنید نباید دروغ باشه، باید به ویدیوتون ربط داشته باشه و جذاب ترین قسمت ویدیوتون باشه. ادیت نکردن ویدیوهاتون، حتی کوچکترین ادیت میتونه واسه بیننده جذاب باشه. بیننده میدونه تو ادیت بلد نیستی، ولی 4 تا کات و کوتو که بلدی حتما این کارو انجام بده. نمیشه که یه ویدیو رو همینجوری پوپ بندازی جلوی بیننده، چون اصلا به درد نمیخوره. برنامه‌های ادیت متفاوتی است. دیدید بعضیا میرن سر کلاس فتوشاپ یاد میگیرن. علم خیلی پیشرفت کرده. یوتیوب بزرگترین دانشگاه جهانه. از تو یوتیوب همه چی رو میتونید یاد بگیرید. برنامه‌های افکتی که من استفاده میکنم فاینال کات پرو، افتر افکت. ولی تا اونجایی که تحقیق کردم بیشتر یوتیوبرها از فاینال کات پرو استفاده میکنن و پریمیر. اینا دیگه خفن تریناشن. یعنی پریمیر که فکر کنم خیلی خفن باشه، ولی من هیچ وقت با پریمیر ادیت نکردم. من همه ادیتام با فاینال کات پروه. خیلی هم کم پیش میاد ویدیومو بدم به ادیتور ادیت کنه. من قوانین خاص خودم رو تو ذهنم دارم، ولی دقیقاً نمیشه این قوانین درست باشه. من میگم این کارو باید خودم یاد بگیرم انجام بدم، حتی اگه شده تا 30 تا ویدیو ادیتم بد باشه، ولی کم کم ادیتامو بهتر و جذاب‌تر میکنم با دیدن ویدیوهای دیگه. ولی این دقیقاً نمیشه شما این کارو کنید بچه‌ها. اینم مد نظر بگیرید. تو وقتی ویدیو تو میدی به ادیتور، یعنی همین اول کاری بین 100 تا 300 هزار تومان پول اون ویدیوت رفته واسه ادیتور. خودت هم هیچ یاد نگرفتی. ولی وقتی خودت شروع کنی، من اوایل ادیتامو خودم میزدم میدادم، بعد کامنت‌ها رو میخوندم، نقدای خیلی قشنگی صورت گرفت. من از نقدا استفاده کردم، ادیتامو بهتر کردم. هنوزم ادیتام در مقابل یک سری یوتیوبرهای خوب ایرانی واقعا شاید 50% شبیه اونا باشه، ولی دارم خودمو بهتر میکنم و مطمئنم روزی میاد ادیتی بزنم هالیوودی. احساس میکنم خیلی سریع حرف میزنم، ببخشید. یک چنل باید از نظر وقتی یک کاربری وارد چنلتون میشه باید حرفه‌ای باشه، یعنی شما یه لوگوی خاصی داشته باشید. لوگوتون رو هر 3 روز یه بار عوض نکنید. اگه الان گرگ گذاشتی پس فردا تو گوگل خفاش دیدی، نگو من عاشق خفاشم، خفاشو کن جای لوگوت. این خیلی مسئله مهمیه. کاور یوتیوبتون زیبا و جذاب و دیدنی باشه. بیننده با همون ورود به کانال شما میتونه بفهمه شما یه یوتیوبر خوبید یا نه. تو کاور سعی کنید کانتنت هایی که قراره انجام بدید و نشون بدید. مثلا من تو کاور یوتیوبم زدم که من هم گیم میذارم، هم رپ میذارم، هم فان میذارم، هم غمگین میذارم، هم ترسناک میذارم، هم شما مشخص کنید قراره چنلتون چی باشه و اینکه حتما هم نباید کاور یوتیوبتون عکس از خودتون باشه چه بهتر. لوگو داشته باشید، خیلی قشنگتر میشه. تو قسمت یوتیوب برید تو ستینگش، همه کارهایی که باید کنید رو انجام بدید تا چنلتون یه شکل حرفه‌ای بگیره. صفحات مجازیتون رو اد کنید. یه چیزی میگم به دوستامم گفتم، من قدیما یه دونه اینستاگرام پیوی دارم. بعضی وقتا میرم خیلی از آدمایی که فنام و چیزاشون رو چک میکنم، یا اونایی که یوتیوبرهای جدیدن، مثلا همین خود رضا، من وقتی میبینم یک یوتیوبر جدید اینستاگرامش 200 تاست، بعد
سوایپ آپ نداره یعنی واقعا دلم میسوزه. یعنی میگم توف توش این بیچاره مثلا 10 کا نداره سوایپ آپ بزنه، وقتی میگه لینک این بیو اعصابم خورد میشه. بیاین همه با هم کمک کنیم. یوتیوبرایی که نه همشون الکی نمیخوام همه رو بیاریم بالا، نه، ببینیم واقعا یوتیوبرایی که کارشون حرفه‌ایه و همه این مسائل رو رعایت میکنن یه سری هم به اینستاگرامشون بزنید. گناه دارن واقعا، مثلا خیلی دردآور سوایپ آپ. مثلا من یوتیوبر دیدم خیلی کارش خوب بود، یعنی واقعا ویدیوهاش قوی بود، ولی مثل من خواننده نبوده، حداقل یه تعدادی فن داشته باشه بعد بیاد وارد یوتیوب. من همه این چیزا رو میفهمم. یا مثل یکی دیگه نیومده خزبازی در بیاره 4 تا فالوور بگیره، داره خیلی قشنگ کارشو میکنه، بعد بیچاره اینستاگرامش 10 کا نداره یه سوایپ آپ کنه. انقدر مرده، برعکس خیلی از رپرهای ایرانی، رپرهای خارجی، بازیگرانمون پیجای مختلف سرویس کردی بابا. پیجا انقدر پیام میاد، پیجای مختلف که نیومده حتی فالوور فیک بخره تا این کارو انجام بده. اینی که گفتم ایرانی و خارجی کل دنیا هست. مثلا خیلی از خواننده‌های خارجی رو اصلا چک کنید، به خدا 48 ساعت 16 میلیون فالوور 48 ساعت پست کرده بود، بعد از 48 ساعت شاید باورتون نشه 45000 تا لایک خورده بود. این کاری که مد شده، عقل مردم پیششونه، ولی اون انقدر مرده این کارم نکرده. کمک کنید، همو کمک کنید، پلید و پست نباشید. سوال خیلی مهم که اول ویدیو بهش پرداختیم، آیا میارزه شروع کنی؟ ببین یوتیوبری شغله. تویی که بیای ماهی یه ویدیو بذاری تو یوتیوب، اون شغل نیست. تو دوست داری فقط قسمتی از زندگی تو توضیح بدی، تو در اصل یوتیوبر نیستی. کسی یوتیوبره که به عنوان یک شغل بهش نگاه کنه، یعنی تو میای حالا فرض کن به عنوان عشق و شغل نگاه کنی، چقدر زیبا میشه. یعنی من که خداییش اینجوری بشه، من اصلا حال میکنم ویدیو میسازم براتون میذارم، از یه طرفی هم درآمدم ازش کسب میکنم و بعضی وقتا هم هیچ درآمدی هم کسب نمیکنم، بعضی از ویدیوهام مشکل دار میشه. خلاصه همه یوتیوبرای مشکل، ولی از دو جهت بهش نگاه میکنم، عشق و شغل. اینجوری خیلی پیشرفت میکنی. ولی تو ببین اصلا واسه میارزه شروع کنی. تو وقتی شروع کنی مسلما بین 1 تا 3 ماه طول میکشه تا کلا بتونی ادسنس تو فعال کنی. اگه نتونی 20% واسه شرکته. تویی که تازه شروع کردی اگه $300 درآمد داشته باشی 20%ش بره برای شرکت. خب مسلما با این قوانین جدید یوتیوب و چیزهای مالیاتیش هم مینیمم 0 تا 10% هم یوتیوب برمی‌داره. ویوهای ایرانی هم که دیگه داره میشناسونه. این ما بر طبق یوتیوبرایی که من میشناسم، نمیشاد خیلیشون نباشه، یوتیوبرایی که من میشناسم همه 20 تا 30% درآمدشون کم شد که منم جزوشون بودم. ولی خب خیلی هنوز دارن کار میکنن و دارن فعالیتشون رو ادامه میدن. همه این مسائل هست. تو مثلا پیودیپای نیستی. تو پیودیپای نیستی که 110 میلیون فالوور داشته باشی یهو بخوای شروع کنی با هفته یه ویدیو. اون اگه تو ماه یه ویدیو هم بذاره درآمدی کسب میکنه بمب. تو یه فرد عادی هستی، واسه اینکه خودتو نشون بدی باید فعالیت داشته باشی. آیا اصلا وقت چنین کاریو داری؟ یا میخوای 3 ماه تابستونی کار کنی بعدش هم که مدرسه و درس و امتحانات؟ یا اصلا سنت بالاتره، دانشگاه هم نمیری، به عنوان یه شغل بهش نگاه میکنی؟ ببین آیا واقعا هدف یوتیوبه؟ اصلا برات میارزه با این قوانین ایران و قوانین یوتیوب و به همه اینا با دقت نگاه کن، الکی شروع نکن. به این قضیه خیلی توجه داشته باشید، با چه ذهنیتی و با چه دیدی به یوتیوب نگاه میکن. در مورد قوانین یوتیوب هم این توضیحاتو بذار بهتون بدم. اکثر یوتیوبرها که ویدیو یوتیوب میسازن، نه همشون، مثلا میان 4 تا نکته رو میگن 1000 تا سابسکرایب، 4000 تا واچ تایم. خب اینو دیگه عمه منم میدونه، دیگه همه دنیا میدونن. ولی بچه‌ها یوتیوب به راحتی نیست، قوانین خیلی خاصی داره. بر طبق کسایی که چنل شما رو دنبال میکنن حتی این قوانین هم تاثیرگذاره. مثلا اگه یه چنل بین 16 تا 20 سال نگاه میکنه، یوتیوب تمرکز بیشتری رو اون چنل داره. یعنی اگه یک ذره محتوای جنسیتی بذاره 100% ویدیوش پاک میشه. فکر نکنید الان میای تو یوتیوب آهنگ مهراد هیدن، عرفان ایکس الو میذاری و اوف شروع میکنی به درآمد زایی. نه، تو 2-3 بار اون آهنگو بذاری یهو اون خواننده قاطی میکنه، یه استرایک برات میزنه، یه هفته بند میشی. بعد از یه هفته 3 ماه وقت داری استرایک نخوری. استرایک دوم تو این 3 ماه بخوری، 3 ماه 1 ماه تا 3 ماه بند میشی و استرایک سوم چنلت بند میشه. اصلا مهم نیست چند تا سابسکرایب داری، اصلا تو 2 میلیون سابسکرایب داشته باش چنلت بند میشه. دیلیت چنل، یو گودبای، تموم شد و رفت. تو نمیتونی کپی رایت چیزهای مختلفو کپی کنی و تو چنل بذاری. خیلی ویدیوهای منو ری آپلود میکنن فقط چرا؟ چون یه ویدیو دیدن که اگه ری آپلود کنی میتونی $13000 درآمد داشته باشی. اون نمیگه که بیای ویدیو دیگه رو بدزدی ری آپلود کنی، اون میگه ویدیوهای خودت رو ری آپلود کنی. تازه اونم خیلی سخته. من خواستم در این مورد ویدیو بسازم ولی فعلا خیلی زوده. کلا یوتیوبرها میفهمن استراگ یعنی چی. من هیچ وقت هیچ ویدیویی رو استراگ نمیزنم. من همیشه مهلت 7 روزه میدم. 7 روز وقت میدم تا ویدیویی که از من
من گذاشته رو پاک کنه. طرف این ایمیل رو میگیره از یوتیوب که 7 روز وقت داری ویدیوی پوریا پوتکو که گذاشتی تو چنلت رو پاک کنی. یوتیوبر محترم هیچ دقتی نمیکنه و پاک نمیکنه و بعد از یک هفته ویدیوش پاک میشه و یه استرایک میخوره. بعد از یک هفته به من جیمیل میزنه میشه استرایکمو برداری؟ چجوری بردارم؟ من که به تو یک هفته مهلت دادم ویدیومو پاک کنی. شاید فکر کردی دارم شوخی میکنم. تازه من اصلا رو آهنگامم کپی رایت نمیزنم به هیچ وجه، حتی مهلت 7 روزه هم نمیدم. شاید باورتون نشه تمام این ریاکشن ها رو میبینید، اینا همشون تو چنل من لیست کپی رایت دارن، همشون دونه دونه شون. ولی من هیچ وقت نمیزنم. آخه چرا؟ مریضیه. به نظر من حتی اونا دارن کمک میکنن آهنگ من بیشتر شنیده شه، دمشون هم گرم. ولی این که یک ویدیو آموزشی میسازم، یک ویدیو با حاجی لند میسازم، یک ویدیو با ایکس میسازم، یک ویدیو با ال میسازم، اینکه شما ورده 100% رو بذارید، من چه حقی دارم که کپی رایت بزنم، ولی با این حالم 7 روزه براتون میزنم. پس ببینید، سعی کنید ببینید یوتیوب شغلش هم کمی شاید به نظر من جز از اون شغلای باثبات نیستش. یعنی شما 3 تا استرایک میکنید چنلتون پاک میشه به همین راحتی. پس کانتنت هایی که تو یوتیوب میسازید خیلی مهمه. اینجوری نیست شما الان بیاین تو یوتیوب 4 تا از این مدل لختی‌ها رو نشون بدید 100 کاپی بخورید. نه، یوتیوب 3 سوته ویدیوتون رو پاک میکنه خیلی زود، خیلی زود. اینجوری نیست که یه آهنگ موزیک ایرانی و یا موزیک خارجی رو بیاین ترجمه کنید دوباره. نه، یوتیوب سریع بهتون کپی رایت میزنه و کل درآمد اون ویدیوتون میرسه به خواننده. پس باید چیزی برای ارائه داشته باشی. یکی از قانونایی که جدیداً تو یوتیوب خوندم، کسایی هستن که تو یوتیوب شروع میکنن ویور میخرن و حتی سابسکرایب میخرن. اینها باعث میشه که درآمدشون به مرور زمان کاهش پیدا کنه. مثلا شاید یک نفر از یوتیوب شروع کرده، با شروع 10 ساب خریده و نمیدونم 200 هر ویو میخره هر ویدیوش. ولی تو طبق آخرین چیزی که من مطالعه کردم، خیلی زود فکر کنم زیر 1 سال حتی چنل یوتیوبرای در معرض پاک شدنه در این سطح. علاوه بر این که رو درآمدزاییتون تاثیر داره و خیلی کاهش میابه و خیلی از چیزاتون پایین میشه، امکان داره تو سال آینده این چنل‌ها همشون دیلیت شه. اونایی که ویو میخرن که من میذارم تو استوری اینستاگرامم، این قانونی که داره یوتیوب میذاره خیلی هم چیزه. اصلا اگه قراره یوتیوب رو شروع کنی ویو بخری یا اینستاگرام یا هر چیزی، هر پلتفرمی، برو بمیر. جدی دارم بهت میگم، اشتباه محضه. تو داری خودتو خر میکنی یا چشم مردمو. تنها به این فکر میکنی که بیای رو اکسپلور. یوتیوب میفهمه. فکر کردی هم یوتیوب میفهمه هم اینستاگرام. تو فکر کردی بری 600 تا فالوور تو اینستاگرام بخوای، اینستاگرام نمیفهمه. میفهمه. چرا؟ واسش مهم نیست، چون میگه ولش کن، دارم درآمدی هم کسب میکنم دیگه. ولی در همه چیز تو اونجا زیر سوال میره. همه هویت جلوی گوگل زیر سوال میره، همه هویت جلوی نمیدونم اینستا زیر سوال، همه چی در از زیر سوال رفته. درسته عقل مردم به چششونه، ولی تا کی؟ روزی میاد که مردم میاد یه ویدیو رو میبینه 200 کا ویو داره، میره توش میبینه چقدر کانتنت چرته. همون موقع است که اصلا براش مهم نیست تو 200 کا ویو داری، 300 کا ویو داری، 400 کا ویو داری، آن سابسکرایب. به نظر من 10 تا طرفدار وفادار داشته باشی سگش میارزه به اینکه یه ویدیو داشته باشی 1 میلیون ویو بخوره. وفاداری طرفدارات خیلی مهمه نسبت به تو. مهمترین چیز اینه که طرفدارات وفادار بهت باشن و در عین حال تو هم باید بهشون وفادار باشی. یعنی طرفداری که میاد برای تو مایه میذاره، هر ویدیوت کامنت میذاره، هر تبلیغتو میبینه، همه کار برات انجام میده، پروموت تو میکنه، استوری تو اینستاگرام میکنه، تو هم باید براش وقت بذاری، تو هم باید واسش ویدیو بسازی، ویدیوهای قشنگ، باید چیزی رو بسازی که اون میخواد. شاید باورتون نشه 40% از ویدیوهای من ایدهایی که شما تو کامنت به من میدید. خیلی از ایدهاتون هم بعضی وقتا جذاب نیست ولی میسازم، چون واقعا جدی دارم میگم من مدیون شما هم خیلی زیاد. کلی دایرکت اینستاگرام دارم، خیلی از دوستام کسی که باشون بازی میکنم تو تلگرام اسکرین شات برام میفرستن که تبلیغات 6 دقیقه 15 یا هر چیزی رو دارن میبینن. خب چرا من نباید مایه بذارم؟ تو هم وقتی میخوای شروع کنی مطمئن باش باید جوری شروع کنی که به طرفدارات وفادار باشی تا اونا به تو وفادار باشن. و این خیلی مهمه. این خیلی مهمه که 4 صبح ویدیو بذاری طرفدارات بیان ببینن، 10 صبح بذاری بیان ببینن، 12 شب بذاری بیان ببینن، هر تایمی بذاری بیان ببینن. این یعنی داری قدماتو درست برمی‌داری. چقدر زر زدم. عشق من این بچه. ویدیو امروز آموزشی بود. خیلی‌ها خواسته بودن بسازم در مورد یوتیوب. اگه ویدیو امروز خیلی خوب لایک بخوره یا اینکه ویو بخوره، میفهمم میرم حتما بیشتر در این باره براتون ویدیو میسازم. یعنی ارزون ترین میکروفونایی که میتونید بخرید برای شروع یا بهترین برنامه‌های ادیت برای اونایی که تازه کارن، همه این چیزا رو میتونم براتون توضیح بدم خیلی راحت. امروز کامنت نمیخونم، فیلم معرفی نمیکنم چون تایم ویدیو خیلی رفته بالا و نمیخوام بیشتر از این خستتون کنم، ولی فردا فیلم معرفی میکنم و کامنت میخونم. یه رپ بتل دارم با یه نفر،
اگه بفهمید کیا پشماتون میریزه، جدی دارم بهت میگم. ولی مطمئنم هیچکی نمیتونه حدس بزنه کیه. یه آدم فوق العاده محبوب. فعلا ویدیوشو شروع نکردیم به ساختن، ولی حرفشو زدیم، طرف مقابل اوکی داده. یه سورپرایز خیلی بم تو راه، خیلی بم. امیدوارم به نتیجه برسه. اسمشو نمیگم چون هر بار اسمو گفتم کنسل شده، واسه همین این سری دهنمو میبندم. جهانم بدون شما الف نداره. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. Goodbye.